آقا یه جای مطلبی خوندم حیف اومد نگم. میگن توی محله مرد ثروتمندی زندگی میکرد که تو اوج ثروتی که داشت یه ریالی به کسی کمک نمیکرد و در عوضش یه قصابی تو اون محل بود که مرتب به نیازمندا گوشت رایگان میداد. میرفتن بهش میگفتن این همه پولو میخوای چیکار؟ میگفت نیاز شما به من ربطی ندارد، برید از قصاب کمک بگیرید. روز به روز مردم عاشق قصاب میشدن و متنفر از اون مرد سرمایه‌دار، تا اینکه بنده خدا مریض شد و هیچ کی به یادتش نرفت. تو اوج تنهایی مرد، هیچ کم تشنازش نرفت تا خانمش به تنهایی اینو خاک سپاری کرد. از فردای روزی که این بنده خدا مرده بود، قصاب دیگه به کسی گوشت رایگان نداد. رفتن گفتن تو چرا گوشت نمیدی به نیازمندا؟ گو اونی که پول گوشت رو میداد دیروز مرد. میدونید قضاوت کار ما نیست، از همه چی خبر نداریم ما.